پختکاری از ساحه‌های مسئول می‌یابد که وسعت کشت با شرایط پیش‌آورده طبیعت و متشکلی به میان آورده خواجگیداران وابستگی زیج دارد. زیرا اگر بارشات پی در پی صورت کارهای صحرایی را باز دارد، پس روزهای مساعد در کشت پنبه‌دانه بین این خواجگاه سرشمار دهقانی، عائلوی و انفرادی متشکلی کار و تقاضا دارد. زیرا امروز در مقیاس ولایت بیش از 70,000 عدد چنین خواجگاه‌ها با فراگیری زیاد از 300,000 نفر سهمداران زمین در میدان فعالیت ساختار کشاورزی قرار دارند و تنها به میان آوردن متشکلی کار که مسائل استفاده ثمرناک تکنیک‌های کشت کننده، نظارت دائمی روند کشتی چگید، آگاه بودن از پرابلم و مشکلات و میان آمده و مساعدت در حل فوریش میتواند بهره در مهلت‌های اپتیمالی و با صفت بلند انجام دادن کشتی پخته مساعدت کند. طبق معلومات فوری سرریاست کشاورزی تا به امروز یعنی سنه 9 اپریل در مقیاس خواجگاه ناحیه‌های پختکار ولایت به مساحت 9901 هکتار کشتی چگید گذرانیده شده. مسئولین متخصصان ساحه و خود خواجگیداران خوب درک کردند که کشتی پخته کشالکاری را نمیپذیرد و این سمت کار حداقل باید که تا آخر ماه اپریل به انجام رسانیده شود. از این نقطه نظر هم طبق دستور سپارش رئیس ولایت رجب‌آی احمدزاده در همه شهر و ناحیه‌های پختکار از حساب مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت، شهر و ناحیه‌ها، ریاست‌های کشاورزی، جماعت‌های دهات و مسئولین متخصصان ساحه گروه‌های کاری تأسیس داده شده. روند کشتی پنبه‌دانه مورد نظر آنها قرار داده شده است. یادآور می‌شویم که در سمت پختکاری مساحت نسبتاً بیشتر کشتی پخته در ناحیه‌های مسجح و ظفرآباد گذرانیده می‌شود. چنانچه کشاورزان ناحیه ظفرآباد امسال کشتی چگید را در میدان 14741 هکتار به نقشه گرفته. این سمت کار در حدود همه 5 جماعت دهات آن عملی کرده می شود. در حدود جماعت شهرک به نام حمید علیف 4095 هکتار زمین های کشاورزی می باشد که از آن جمله 2220 هکتار با ما کشتی پنبه‌دانه را نقشه گذاشته هستند که تا به امروز 274 هکتار پنبه‌دانه را کشت نمودیم که این 12.4% نقشه را در بر میگیرد. در حدود جماعت شهرک به نام حمید علیف تخم پوشک ها 25 عدد می باشند که با پورگی به کار شروع کردگان. هر روز از زیاده از 50-60 هکتار کشت را به اتمام رسانده ایستادند. ما کوشش کرده ایستادیم که در مدت کوتاه کشتی همه پنبه‌دانه را به انجام رسانیم. از معلومات فوری برمی‌آید که تا به سنه 9 اپریل در ناحیه باباجان غفاروف 28%، کانیبادان 27.1% و اسپیتمین 25.7% نقشه کشتی پخته اجرا کرده شده. روند کارهای صحرایی خوب ارزیابی می‌گردد. باید تذکر داد که در روند کشتی پخته با نظر داشت شماره زیادی خواجگاه دهقانی، مسئولین و متخصصان جماعت‌های دهات مسئولیت بزرگی را بر دوش دارند، زیرا در به میان آوردن متشکلی کار بین این خواجگاه‌ها کاربری می‌نمایند. موافق معلومات بازرسی نظارت دولتی تکنیک کشاورزی، الحال در حدود ناحیه‌های پختکار 559 عدد تخم پاشک‌های کشتی پخته به قید گرفته شدند. با قوه همین تخم پاشک‌ها باید که کشتی پخته در مهلت اپتیمالی به آخر رسانیده شود. کشاورزان با احساس دستگیری‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و مسئولین و متخصصان ساحه عزم قوی دارند که کشتی پخته را در مهلت کوتاه‌ترین و با صفت بلند به اتمام رسانند.